برادران اسلام، مدتی هست که کمبرانی یا ببرانی هست. حالا این خطر کشوری ما و بسیاری کشورها رو خیلی تهدید کرده شده است. خطر خیلی جدی هست. برای همین ما پیش از اذان نماز جمعه تصمیم گرفتیم که یک دعای برای باریدن باران و از همه نمازگزارا خواهش میکنیم که همه راستا در همون صف را راست میگیریم، راست میستیم، یک دعای برای باران دعا میکنیم که خداوند عزوجل یک باران برکت، باران رحمت و بارانی که سبب خیر و فیض و برکت پروردگاری در کشور ما و تمام امت اسلامی و مسلمان ها شود، یک دعای کنیم. و از پیامبر علیه السلام در سنت هم آمدگی هست که وقتی که ببارانی می شود نماز هم هست، نمازی استسقا میگویند، لیکن ما با دعا اکتفا میکنیم، چرا که در مذهب امام ابو حنیفه میگوید که از همه مهم اساس مقصد دعا هست. پروردگار باران رحمتت را نازل بگردان، پروردگار باران رحمتت را نازداران برکت و باران فیضت را برای همه ما نازل بگردان. پروردگار کشور ما را از تمام آفت، فتنه، از تمام وبا و فتنه ها در پناه عصمت خودت نگه بدار. پروردگار تمام مردم کشور ما را عزت و برکت و سعادت و یکدیگر فهمی و برادری و اخوت و محبت و دوستی را برایشان ارزانی و دائمی بگردان. پروردگار باران برکت، باران رحمت، باران فیضت را ارزانی بگردان. پروردگار بارانی که در آن هیچ خطری نیست، در آن هیچ ضرری نیست، تنها در اون برکت است، فیض است برای کشاورزان، برای دهقانان، برای عموم مردم و برای عموم مخلوقان، چه انسان چه حیوان، برای باران برکت و فیضت را نازل بگردان. پروردگار دعای ما را به درگاهت قبول بفرما. پروردگار دستهای ما را خالی نگردان. پروردگار دعاهای ما را به درگاهت قبول بفرما. پروردگار دستهای ما را خالی نگردان. پروردگار دستهای ما را خالی نگردان، دعاهای ما را به درگاهت قبول بفرما. همه این حاضرین را عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت نصیب و روزی بگردان.